حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. شاید براتون سوال شده باشه که من این 2 روزه کجا بودم و بعد بگم که بچه متاسفانه آیپدم سوخت. اگه استوری اینستا رو دنبال نکردین و از این قضیه خبر ندارین گفتم که بهتون این اطلاع داده باشم. و من خیلی از ویدیوها رو مثل مود جدید، گیم پلی و این داستانا رو اصلا نمیتونستم بگیرم به خاطر اینکه آیپدم نبود. ولی من گوشیمو الان کانکت کردم، گفتم بیام براتون ویدیو بگیرم. الان توی همچین حالت خیلی بدی نشستم. بعد خیلی‌ها پرسیده بودن که دلیلش چی بوده، چه اتفاقی افتاده و اینا. حقیقتا نمیدونم چی شد. شاید مشکل برق و این چیزاش بوده، به خاطر اینکه من دقیقاً 2 روز پیش آیپد رو زده بودم به شارژ که بیام براتون ویدیو بگیرم و وقتی که بعد نیم ساعت برگشتم هر کاری کردم آیپد روشن نشد و همونجا توی شارژ خاموش شده بود. بعد کلا دیگه روشن نمیشد. ولی یه سریا بهم گفته بودن یه ویدیویی بود که همه میزدن آیپداشون رو خورد میکردن. من آیپد اینجوری بغل کردم خیلی سوسکی، گفتم ببین خراب نشی. یا دقیقا همون لحظه متاسفانه به یه ماه هم نکشید و خراب شد آیپدم. خلاصه که نگران نباشین، همه چی تحت کنترله. دادم تعمیرش کنن، اگه تعمیر نشه بعد برم یه دونه جدیدشو بخرم و خیلی گرون شده بچه‌ها، خیلی گرون شده. یعنی قیمت ها رو نگاه نکنین. ولی اوکی، اینجا یه صفحه جدید داریم که واسه خودم هم خیلی باحاله. من خیلی خوشم اومد از این صورتی برقی ها و اسکرین گوشی و همه اینا. در کل یه تجربه متفاوته. شاید یه ذره ناراحت شده باشم ولی به نظرم هر اتفاقی یه تجربه متفاوته. بریم شروع کنیم. آرپی جدید اومده، یه باکس جدیدم اومده بود که متاسفانه من نتونستم روی این یوسی بزنم چون همون تایمی بود که آیپد من خراب شد. ولی اگه دوست داشتین بگین که حتما بریم روی این باکس هم یوسی بزنیم. ماشینش خیلی خوشگله، من این ماشینه رو خیلی دوست دارم. لول 4 هم میشه و لباسش هم حقیقتا من خیلی خوشم میاد. با اینکه لژنده و من قول دادم برای لژندا یوسی نزنم ولی به نظر چیز باحالی میاد. و یه مسئله دیگه هم که بود، من 250 تا پوینت دارم و همین الان میتونم ماشینه رو کالکت کنم. ولی گفتم که اول از شما بپرسم که این ماشینه رو بگیرم یا بذارم مثلا متیک بعدی که از اینجا میاد یه دونه از اینا بگیرم. آقای مگس بفرما برو خونت. خب 16 تا یوسی داریم. من این یوسی ها رو شاید باورتون نشه بچه ها، اونا رو با زحمت و مشقت فراوان تونستم شارژ کنم چون مشکل داشت و هر سری که می اومدم برای من یوسی شارژ کنن اکانتم به مشکل برمیخورد. گوشی رو تکون میدم تکون میخورد. آقا چقدر خوبه، چقدر سبک همه چی، ولی من این سیم شارژرم نمیرسه. بعد اینجوری وایسم. اوکی، ویدیو رو لایک کنید بچه ها، لایکاتون خیلی مهمه. بریم سراغ آرپی. من اصلا عادت ندارم، بعد شانس من ناخونام بلنده. میبینی من انگشتمو بذارم نصف صفحه تسخیر شده و نمیتونم از بقیهش استفاده کنم. اوکی، اول از همه بریم سراغ پرچس گیفتی که جدید اومده و گیفتامون رو بگیریم. روی چند تا یوسی بود؟ اوکی، روی 60 تا یوسی 60 تا یوسی اضافه میده، خیلی خوبه این. روی 300 تا یوسی یه دونه از این باکس های مینی متریال میده که یه دونه بهمون داد. روی 600 تا یوسی 200 تا یوسی که نسبت به قبل فکر کنم کمتره، قبلا فکر کنم 300 تا میداد. روی 1500 تا 2 تا جبامتیک فورج. اوکی، 3K 600 تا بدک نیست. 6K 2 تا متریال بست، یعنی من متریال خیلی نیاز دارم. و 12K هم یه دونه از این باکس ها بهمون میده که خدا ببین این سوگلی بودنه رو من واقعا امروز نیاز دارم چون خیلی بدشانس بودم این چند روزه. یه 6K بهمون بده، یه دونه. آره یه 6K، یه 4K هم 3K هم بدی بوست میکنم. بده. نه دیگه بوس از من نخواه، بهت گفتم 3K، این 2400. اوکی خب
این از این. یوسیامون دقیقا 19 و 800 شد. بریم سراغ آرپیمون. آرپیو من از قبل نشونتون دادم ولی اگه ندیدینش ویدیوشو، بریم همین الان سریع با هم دیگه آیتما رو چک کنیم. آرپی 2 یه دونه مو داریم و یه ست خیلی خوشگل که مردونه‌شو به هیچ عنوان تست نکنید. خیلی زشت و مسخره است. اوکی، یه دونه مینی متریال داریم آرپی 2. پی پی بیزون داریم که بیزونه واقعا خیلی خوشگله. اگه اسکین آپگریدی ندارین میتونین از این استفاده کنین. به نظرم خیلی چیز قشنگ و بسیار زیبایی میشه. یه دونه اموت رایگان داریم اینجا که اوکی سرگیجه داره. یه اسکین لژند هواپیما که من توی اون ویدیو هم گفتم اصلا ازش خوشم نمیاد و به نظرم خیلی قشنگتر از اینا میتونست باشه، ولی خب بازم اوکیه، به سیستم اون چینی ژاپنیه میاد دیگه. یه دونه هلمت داریم لول 3، لول 2، لول 1 و جلوتر یه دونه چتر داریم آرپی 25 که بازم رایگانه. آرپی 30 یه دونه وی 94 داریم. وی 94 دیگه، آره درسته. یه وی 94 داریم که خیلی خوشگله، آپگریدی نداره پس حتما من از این استفاده میکنم. و یه دونه اموت متیک هم داریم که خیلی فاز جنگجویی و یوداویداست این سیزن. آرپی 35 یه مینی متریال واقعا لطف میکنی، حداقل یه متریال میدادی به ما سلطان. و آرپی 40 2 تا متیک داریم، یه دونه ماسکه و یه دونه سته که بدک نیست ولی به نظرم واقعا متیک بهش نمیخوره باشه، تهش لجند باشه. ولی این انیمیشنی که روی اینجا یه لباس هست و من خیلی دوست دارم، باحاله. آرپی 45 یه دونه عینک داریم که رایگانم هست، همتون میتونین بگیرین. و آرپی 50 بچه فیوریت من این پنه است از بین همه آیتمای این آرپی. واقعا این پنه رو خیلی دوست دارم که آپگریدی هم هست و حالا توی این ویدیو هم میرم حتما کی مسیجش میکنیم. از آرپی 50 به بعد چی داریم؟ یه دونه اموت رایگان داریم دوباره که این اموت باحال نسبت به بقیه. یه دونه شاتگان دولول داریم که شاتگان خدایی خوشگله، واقعا هم به سیستم اون نینجا توریه میاد، همین که خوشگله دیگه، باحاله، من خوشم اومد. یه دونه بکپک داریم که من بکپک رو اونقدر دوست ندارم حقیقتا، بازم خیلی میتونست خفن تر از اینا باشه ولی اوکیه، قابل قبوله. یه بیل بلک داریم، یه دونه آواتار داریم و بریم جلوتر. من اینو خیلی دوست دارم بچه، این مینی بوسه خیلی خفنه، یعنی به خاطر اینم که شده من میرامو رو حتما میرم یه دوری میزنم. یه دونه لباس رایگانم داریم آرپی 70 که اینم خدای خوشگله نسبت به اینکه اپیکه و چیز خاصی نیست، این رنگی بودنش رو من دوست دارم. اوکی بریم جلوتر. آرپی 80 یه دونه اسموک و یه دونه اموت داریم که واسه این پنه است و اینم به نظر من خیلی باحاله. جلوتر یه اسکین MF داریم که طلاییه و قشنگ بهش میخوره متیک باشه بچه‌ها، یعنی قشنگ متیکه رو میخوره. هر اسکینی اصلا رنگ طلایی یه رنگ خاصه، انگار مثلا با ارزشه، نمیدونم برای شما هم اینجوریه یا نه، شاید چون من دخترم اینجوری حس میکنم، ولی انگار با ارزشه، انگار مثلا گرون قیمته، میدونین. و بالاخره آرپی 100 هم که این لباس زیبا رو داریم، به نظر من رنگ قرمزش همین جوری خیلی قشنگه و به سیستم میاد. کاش میتونستم موهاشو تغییر بدم و یه مدل موی دیگه انتخاب کنم، ولی در کل باحاله. خب بریم اول از همه یه دونه آرپی مکس داشته باشیم اینجا. البته بذار ببینم ریکوست که نه، بذار ببینم جوایزش چیه. جوایزش یه دونه قابه، یه دونه اموته که اموت آپگریدیه. اوه این اموت چیزه، اون دنس آخریه که وین میشی. من مودو بچه ها اصلا پلی ندادم، شاید 2-3 مچ پلی داده باشم و اونم گیم پلیشو گذاشتم. و یه دونه وای
این خیلی خوشگله بچه‌ها. حقیقتا میخوام توی واقعیت یه دونه از اینا بخرم یه روزی. یه دونه از این موتورا میخرم، موتور مستر وینی. یه دونه از این موتورای گوست میدی، صدای هونو اینا میده. پس بریم یه آرپی مکس داشته باشیم. من تخفیف 300 تا یوسی دارم اینجا به خاطر پرایم پلاس و این داستانا. اوکی. این از الایت مکسمون کنم. آره آرپی سی و همین الان شدیم. من کالکتو نزدم. آها این اوکی، این جوایزیه که بهم داد. سری داشتم سلیت بازی در می آوردم. حواستون بود؟ الان که آرپیمون سیه. من اینا رو کالکت نکرده بودم. بذارید من اینا رو کالکت کنم. شاید یه دونه آرپی جلوتر رفتیم. اوکی این بونوسا رو بزن سریع. 120 آرپی خیرشو ببینی. بده بریم. خب بریم سراغ لحظات زیبای پک خریدن که یه دونه 1000 تا یوسی اول از اینجا باید بگیریم که 1000 تا آرپی میده و همینجا آرپیمون 41 شد. یه 4 تا پک بذارین من بگیرم. فکر کنم 4 تا کافی باشه. این 4 تا پک. نه 2 تا دیگه قشنگ باید بگیرم که کامل آرپیم 100 شه. اینم از 2 تا پک دیگه و آرپی 100 بالاخره. مرسی. خب رسیدیم به لحظه دلنواز کالکت آل و گرفتن همه اسکینا. خیلی حال میده اینجوری اسکینا رو کالکت. چقدر باحال این. دیدین؟ قبلا مثلا فقط لول 3 شو نشون میداد ولی الان 1 و 2 و 3 شو گذاشته پیشم دیگه. واقعا ایده باحالی بود. اموتمون، متیکمون. بعدش بریم اینو حتما کیل مسیج کنیم. آقا خیلی باحاله واقعا. این ایده پابجی رو دوست داشتم. این از بیلبیلکش، مینی بوس عشقم، اسموک، اموته، امف و بالاخره لباس آرپی 100. خیلی ممنون و بسیار زیبا هست. اوکی. چیزی که میتونیم بگیریم از بین همه اینا یه دونه 2 تا کلاسیک کریت هم از اینجا بده و فکر نکنم چیز اینم بگیریم که میشنای هفته بعدم برامون باز میکنه. خب بیاین اسکینای این بالا رو ببینیم که یه دونه تخفیف 60 یوسی 60 آرپیه یا یوسیه. یه دونه ست داریم اینجا. ست رو بذار همین الان بپوشم. و این چیه؟ هانی بجره. خیلی خوشگل به نظر میاد ولی خب من لازمش ندارم چون هانی بجر آپگریدی گرفتم. اوکی لباسه واقعا زیباست. با یه مو آبی هم خیلی خوشگل تر میشه و همتون میتونید بگیرینش. فکر کنم واقعا لباس خوشگلیه ولی الان نیاز داریم که لباس آرپی 100 رو بپوشیم. خواهر گلم اومدم بگم داداش گلم، یادم اومد که آبجیه. آبجی گلم بیا اینجا. زیباست واقعا. بچه ها حقیقتا من با این مشکه خیلی حال کردم ولی قرمزش هم خیلی دوست دارم. من هم قرمزه رو فعلا نگه میدارم چون خیلی خوشگله. و یه چیز دیگه که من دارم با این آرپی زیبا ست کنم یه دونه لابی متیکه که توی چیکن بتل گرفتمش و خیلی خوشگله و به این سیس خیلی خیلی میاد. بچه ها کارتجیا رو از اینجا حتما بگیرین. 100 تا کارتجی میشه 500 تا کارتجی میشه گرفت. چند بار؟ بذار ببینم چند بار میتونم بگیرم. این 1000 تا 1500 تا نمیشه دیگه. 1500 تا کارت جی میتونین از اینجا بگیری که میتونین برین باش مینی متریال بگیرین و این سیزن پوینت ها رو همتون دارین دیگه. سیلور و چتر میشه گرفت که چتره رو بذار بگیریم دیگه. 1800 تاه ولی خب چیز خاصی نبود دیگه. بقیه‌ش هم واقعا مهم نیست به نظر من.
چیز خاصی هم اینجا نیومده، همون اسکینای قبله. پروفایلم هم بذارم. امیر حسین مشکیش کردی؟ من هم قرمز میذارم، قرمز مشکی قشنگ میشه. یکی قرمز یکی مشکی. اوکی آقا نوبتی هم که باشه نوبت آپگرید کردن پنه است. بریم با هم دیگه پنه رو آپگرید کنیم که همه کارا رو انجام داده باشیم. متریالایی که نیاز داریم 5 تا مینی متریال با فکر کنم یه دونه متریال. اوکی بریم همین الان آپگریدش کنیم. لول 1 تا 2 خیلی خیلی متفاوته و با اختلاف لول 2 قشنگه و اینم از کیل مسیجش که کیل مسیجش هم واقعا خیلی خوشگله و یه حالت طلایی تورتر میشه. نه ببین لول 2 3 اصلا با هم دیگه فرقی نمیکنه، ولی خب اگه یه دونه متریالو دارین دیگه خدایی اینو آپگرید کنین، خیلی خوشگله. مخصوصا کسایی که چپ و راست اینو اونو پن میکنن میتونین بگیرینش دیگه، خیلی ارزونه. اینجا هم بذار کالکتش کنم که با این لباسه بیاد. من حقیقتا یه پن آپگریدی دارم ولی زیاد دوستش ندارم. این خیلی خوشگله، هم جمع و جوره هم شبیه بقیه پنا اینجوری گرد نیست توش، یه حالت باد بزن طوری داره که من خیلی دوستش دارم. گان چینی مینی نداریم بگیریم دستمون. این خدا تمام این گانه با این لباسه و تمام. پنم که اون پشت هست سانسور کنه. بکپکمونم انتخاب کنیم که همین بکپکه به نظرم خیلی از بقیه بیشتر بهش میاد. بذار ببینم آیتم چینی ژاپنی طور دیگه ندارم من. اینم باحاله ولی خب فعلا چون تازه است همینو نگه داریم دیگه. اوکی هلمت هم که اینفرنو، خدای دیگه با من شوخی نکنین، اینفرنو از همه قشنگ‌تره. خب بچه‌ها خلاصه اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، نگران آیپدم نباشین. میدونم یه عالمه قراره کامنت وای تو رو خدا نگران نباش و این داستانا بذارین. ناراحت نباشین، منم ناراحت نیستم، یه تجربه متفاوته. شاید با گوشی براتون گیم پلی هم گرفتم نمیدونم، ولی ناخونا خیلی بلنده بچه‌ها، یعنی انگشتم میذارم کل صفحه اشغالی میشه. لایک ویدیو هم به شما یادتون نره و تا ویدیوی بعدی در مورد اون ماشینم بگین. این ماشینه بچه‌ها بگین که اینو بگیرم یا نگیرم. مواچ بهتون خدافظ.